سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و تا اینجا از دوره لذت برده باشین. تو این جلسه ما میخوایم بریم سراغ مبحث تاپل یا این فارسیش هم میشه تاپل. اما تاپل چیه؟ ببینید، ما لیست رو با هم اومدیم بررسی کردیم، دیدیم یک ساختار داده یا ساختمان داده ای داریم که یه سری دیتا رو میتونیم کنار هم قرار بدیم که این دیتا ها میتونستن انواع متفاوتی رو داشته باشن و یه نکته خیلی مهمی که روی این دیتا وجود داشت یا روی این لیست وجود داشت این بود که این لیست قابل تغییر دادن بود. یعنی شما میتونستین یک مقداری رو حذف کنید یا تغییرش بدید، ریپلیس کنید، عوضش کنید، آپدیت کنید و بهش چیزی کم و زیاد بکنید. اما یه نوع داده دیگه وجود داره تحت عنوان تاپل که این تاپل تحت عنوان تاپل شبیه لیسته، یعنی یک نوع داده ترتیبی رو میگیره. اما یه نکته‌ای وجود داره، تاپل ایمیوتبله. یعنی چی؟ یعنی غیر قابل تغییره. یعنی بعد از اینکه شما این داده رو ایجاد کردید نمیتونید روش تغییری ایجاد بکنید. منظورم از ایجاد تغییر اینه که شما نمیتونید مثلا با دستور مثل اپند و اکستند و اینها بهش چیزی اضافه کنید یا نمیتونید محتواشو حذف کنید. وقتی ایجاد شد دیگه ما اون دیتا رو داریم. اما خب ممکنه سوال براتون پیش بیاد، خب چه کاربردی داره؟ کاربردش یکی بحث خب قطعا امنیتشه که یعنی این اگر ما از این داده استفاده کنیم امنیتش برای ما بیشتره. زمانی که مقادیر ما قطعی و ثابت هستن ما از این نوع داده استفاده میکنیم. چرا؟ چون قطعا همینطور که امکاناتش کم میشه، یعنی شما نمیتونین اینو تغییر بدین، سرعتش میره بالا. پس در نتیجه هایی که سرعت برای ما اهمیت داشته باشه خیلی بهتره که ما از تاپل استفاده بکنیم. پس وقتی ما مقادیرمون داده هامون ثابت هستن و نمیخوایم تغییر کنیم میایم از تاپل استفاده میکنیم. زمانی که بخوایم مقادیری رو برای تابعی ارسال بکنیم ما میایم از تاپل استفاده میکنیم. این که تابع چیه حالا تو جلسات بعدی بحث میکنیم، بازش میکنیم و میبینیم که چه کاربردی برای ما داره. موضوع بعد این که برای تعریف لیست کلیدهای دیکشنری یا برای تعریف کلیدهای یک دیکشنری هم ما میتونیم از تاپل استفاده بکنیم. وقتی ما از تاپل استفاده بکنیم یک سری محدودیت‌هایی رو داریم. مثل چی؟ نمیتونیم تغییرش بدیم. اما این محدودیت یک سری ویژگی‌ها برای ما داره. سرعت برنامه ما رو میبره بالاتر، حافظه مصرفیش هم نسبت به لیست کمتره. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که دادیم چطوری یه تاپل رو تعریف کنیم؟ بیاین به جای اینکه اینجا بنویسیم بریم تو کد ببینیم. برای تعریف تاپل مثل لیست و بقیه موارد شما اول یه اسم میذارید. مثلا من میذارم پرسن مساویس با پرانتز باز و بسته. برای لیست براکت باز و بسته بود، برای تاپل پرانتز باز و بسته است و مقادیر رو قرار میدید. یعنی مقدار دهیش همون حالته، مثلا علی سی و مثلا ساکن مشهد هست. اگر این پرسن رو مثلا من پرسن 1 رو بنویسم میخواستیم لیستش رو تعریف کنیم براکت باز و بسته میذاشتیم و میگفتیم خب حالا سارا و 26 و خب میبینیم که این حالت لیسته و این حالت تاپله. ما با لیست کار نداریم، تو جلسه خودی صحبتشو کردیم، بیخیالش میشیم. موقعیت‌های جغرافیایی میخوان ارسال بکنن. مختصات جغرافیایی معمولا یه طول و عرضی داره. بهترین کار برای این قضیه هم مقداردهی به وسیله تاپله. مثلا من میگم تو مختصات 35/76 و مختصات اینوریش هم مثلا باشه 53/38 همچین مختصات. بعد حالا مثلا من اینا رو چطوری میتونم دسترسی داشته باشم؟ پرینت کن برای من پرسن براکت باز و بسته خونه 2 و برنامه رو اجرا میکنیم. خب میبینیم که مشهد برای ما چاپ شد. پس دسترسی به مقادیر هیچ فرقی نمیکنه با لیست. براکت باز و بسته اندیس خونه مورد نظر رو می‌نویسیم. پس اینم با اندیس کار میکنه.
اندیس 0 1 و 2. ولی من نمیتونم بیام بنویسم مثلا من اینجا بنویسم پرسن براکت باز و بسته 1 مساویس با، ببینیم کار میکنه یا نه، خونه 1 اجرا. ببینید اینجا دیگه برای ما خطا داره میده، دیگه شما نمیتونی یه مقدار دیگه ای رو براش تعریف کنی. یا مثلا ما وقتی می اومدیم میگفتیم پرسن دات، ببینید دیگه متدی هم وجود نداره براش، فقط دو تا متد داریم، یک کانت داریم یه ایندکس داریم. ایندکس که خب میدونیم چیکار میکنه، ایندکس برای من شماره خونه رو میاره، مثلا من میگم سی رو برای من مقدارش شماره خونه رو بیار، اینو میذارم توی پرینت، اینم کامنتش کنیم کلیر کنیم و خب مقدار یک رو آورد، گفت مقدار سی تو خونه اندیس یکمه که کاملا داره درست کار میکنه. متد بعدی هم که وجود داره براش متد کانت بود. حالا کانت چی کار میکنه؟ میاد میشموره، مثلا من از این سی تو این لیست حالا 2 تا 3 تا یکی دیگه هم 4 تا مقدار گذاشتم و میگم پرینت کن برای من پرسن دات کانت سی، اجرا و عدد 4 رو برام برگردون. اگر من بخوام یه تاپل تک عضوی تعریف کنم، اینم یه نکته خیلی مهمه و فقط یه عضو داشته باشه، مثلا میگم پرسن مساویس با، فقط اسم داره هیچ دیگه هم نداره اطلاعات، اینطوری نمیتونیم بنویسیم مثلا بنویسیم امیر، این اوکی نیست، باید یه دونه کاما بعدش بذاریم. حالا بذارید من یه چیزی رو نشون بدم، بگیم پرینت کن حالت معمولی تایپ پرسنو، بیاین اینو اجرا کنیم ببینیم چی میده به ما. ببینید میگه یه کلاس استرینگه، یعنی اصلا براش اهمیتی نداشتیم پرانتزه، ولی حالا من یه کاما میذارم اجرا میکنم میگه یه کلاس تاپله. خب اینم از مبحث تاپل. بریم تو جلسه بعدی سراغ مبحث ست.